بچه میخوام 2 تا محصول مرطوب مناسب پوستای چرم رو براتون مقایسه کنم با هم. میخوایم ببینیم که کی باید از اینا استفاده کنیم، کی از اینا. این چیه؟ این ترکیبات در واقع کنترل چربی داره و ترکیباتی داخلش داره که منافذ پوست رو مینیمایز میکنه. اما یک مرطوب کننده ساده است و فقط در واقع ترکیباتش اویل فریه و فاقد چربیه. اینو کی باید استفاده کنیم؟ اینو زمانی که شما با در واقع هدف کنترل منافذ میخواین استفاده بکنین انتخاب خوبیه. و اینم یک مرطوب کننده ساده است که شما برای در واقع تایپ پوستی چرب میتونین استفاده کنین. هر دو مرطوب کننده هم موئسچرایزرن و هر دو وظیفه در واقع تأمین رطوبت پوست رو دارن. منتها این ترکیباتی داخلش داره که منافذ رو مینیمایز میکنه، ولی این اون وظیفه رو نداره و فقط وظیفش تأمین رطوبت مناسب پوستای چرب. روتین هدفمند باشه بچه‌ها. حتی مرطوب کننده ها هم باید کنترل شده. تمام 0 تا 100 روتین بایستی که بر اساس اون هدفی که قراره دنبال بکنیم چیده بشه. به این نکته ها لطفاً توجه کنید. بچه اینو که استفاده میکنیم قشنگ شاهد این هستیم که چربی پوستمون کمتر میشه و اون کشش هم حس نمی کنیم. خیلی محصول خوبیه. من منتظرم استفادهش میکنم و واقعا ازش راضیم. برند درمالوگ قیمت اینوریه. برند درمالوگ قیمتش هم واقعا منطقیه و هم تأمین رطوبت میکنه و هم چربی پوستتون رو کنترل میکنه و به تبع همه اینها سایز منافذ آروم آروم مینیمایز میشن.